کردم که به جایی که این رو من بخونم، چون این کتاب تقریبا یک کتاب که جدیداً تو استانبول دوست ما اسماعیل بی ترجمه کرده. الان دوستانی که از طریق تلگرام دارن زنده میبینن برنامه رو، میتونن ببینن که علمی کتاب تقریباً حالا من چند صفحه اول میگم. این صفحه اول جدیداً در استانبول این از خط خصوصی ادبی دوره عثمانی که نمی‌تونستن بخونن به فارسی و به ترکی امروزی تنگولی ترجمه شده که شما الان اینجا رو می‌بینید و اینجا هم این فارسی شده که البته کتاب جمع‌شناسی نوشته شده در نویسنده عکس دوستمون نویسنده رو ببخشید مترجم می‌بینید اینجا چاپ دوم 1923 1339 هجری قمری مترجم اسلام مصطفی عرش فارسی 1922 یا 1430 با حمایت. حالا از این که بگذریم اینجا دوباره یه شکلی از اون می‌بینید روی
نوشته نوشته فارسی وقتی با توجه به اینکه زبان بازآفرینی مجدد زبان فارسی در این نقطه از زادگاه قدیمش را موجب اینجا دوباره میبینیم که همین شکلی داره میره یه صفحه
زمینه ترتیب تصویر در این برنامه و بتونیم از برای فرصت ولی این 89 جلسه چیزهایی رو یاد نیومده. حالا دیروز اون علم حقایق و این کتاب که احکام و علم سلطان جهان جا دیدیم که من میشه بگم چرا میشه ببینید دوستان هر کتاب و هر علم قطعی که مورد هستن در نوشتن رو برست ما هم نمیتونیم اگر اشتباه کرده چون که مثلا تمامی که فرضیه ها که داشته علم داشته تقریبا اکثرش از علم نیست ولی در اون مقطعی که اینا نیستن به درون نیستن این علم نه علم چون بر جزء ستادی روزمرگی داشت روزمرگی با شیرینی می‌کردن تولید علم می‌کردن سواد می‌کردن تولید تخصص می‌کردن و علم چه ماده‌ای تخصص رسیدی به خواهی‌هاش در سابقه داشت در نتیجه اگر ستادی هم علاوه بر وجود داشت بین علم حقیقی و بهش اسلام و اگر چیزایی اینجا حقیقی می‌دونیم و فکر کنیم درسته ممکنه 100 سال من ممکنه ما به اساس وفا یا حالا این کتاب رو در زمان احمد هم می‌دونه بر اساس اینکه چپ بشه زمین به روی شکلی رو بر اساس 12 سال فهمیدن و برای هر سال یک اقدامی رو گذاشتن و بر اساس مشخص می‌رسیم برای آدم‌هایی که در این کار تولد میشن صفاتی رو واضح شد بگوز این آدم‌ها باید صفات مشخص میشن و در این حال همین 12 سال دوباره در هر ماه هم تکرار میشه یعنی هر ماه هم یکی از این سمبول رو داره در نتیجه وقتی کسی در سال دنیا مثلا در سال دیگه کلان یک سال میشه و در اون ماه این که همون چیز هست دوباره میشه تولدشون گرفت و میشه تولدشون برد و همون میخواستن این رو از شناخت هست این کتاب هم این تلاش برای حکام سلطان‌ها خلفا حاکمان بازی‌ها رهبران محلی کتابی که دستشون هست برای شناخت
آن حرکتی و میخواستن بر اساس اون شناختی که مثلا این آدم رو بر اساس تولد، روز تولد، ساعت تولد و ساله تولد میشه پرسیدن به داروی ناف در داروی دیگر سریعان در داروی ناف اسمت دوران میکنید آقا چه خصوصیاتی داره و میشستن این رهبران اجتماعی رو رهبران سیاسی و رهبران نظامی بشناسن و اون کتاب در اونجا داشت برای اون مشخصات رو ذکر میکرد که اگر بعد اون سلطان که این کتاب رو قرار بخونه یا اون خلیفه یا اون حاکم این کتاب رو قرار بخونه یا از این چهار رو براش بخونه چون دستور مثلا متولدین ماه اوج این صفات رو دارن تا این مثلا این ستشان این صفات رو دارن در نتیجه ممکنه که ایمان نبیرود در این روشن جان مقطع هم فرستند با شکل با حاکمیت هماهنگ و تغییر شد. به هر حال حالا این کتاب شاهد سور افلاک و اسطورلاب علی سوری هم باز بکنیم. ما الان این بهت مرسوم اول به یه نگاه کسی به خود کتاب بندازیم. این کتاب ظاهراً منظور و در نویسندگان سهم نمیشه ولی اینجا من چیزی ببینم کم ها مثلا چیزی نیست برای نیست برای این چی که یک صفحه هست شده کمتر و برس نیست. حالا این کتاب رو کنیم جواب قرآن صفحه 7 صفحه هست صفحه 9 صفحه در هر صفحه این نبرد چی هستش 681 هستش. الان یه نگاهی نم وارد این کتاب شده شیرازی که در بسته سوکه داشته رو نوشتی چیزها رفت نداشته باشه برای این رنگی به اسم روی بخش ها و اصلا نگاه کرده اینجا و مراتب اینها در رسالی در نوم آخره اینها در اونها شعر بود. البته من هم نگاه نکردم بگم که اندین یا فارسی هستش اسلام چرا اسلام و تمام این هم حالا برگردیم صفحه اول و کتاب در اصل بسیار علم حال علا اقصای منظور حالا این چی هستش اسم بشه منظور علی باید باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ایده لمحم حمد دا ایدلم حمد. من داشتم اینو ایده میخوندم عربی دیگه دیدم که نه ایدلم حمد دائم بی زواله ترکی هستش. ایدلم حمد دائم بی زواله همیشه شکر دلم زی نواله. زی صاحب نوال روزی دهنده مربی انجا اولدو عالمینه. مربی از کردم به نظر من ترجمه عربیش که می‌ذارم به معنی مهندسیه. مربی آنجا اولدو عالمینه دقی هم مالک اولدو یوم دینه. یوم دین قیامت. صلات و تحیات بی نهایت حبیبینه اوله هر دم هدایت. دخی آلیله اصحابینه دائم سلام olsun yerkün oldukça daim. حالا اینجا yerkün یا برکün این باید یه معنی داشته باشه. یعنی به نظر من اینجا میاد که تا مادامی که هست
فرض الالعبد، ابد، کلمه ابد رو به ترکی اینجوری گفته یرکون، یا من فکر کنم یرکونه، یرکون oldukça قائم. دیباچه sığındım evvela ol بی‌نظیره. sığınmak یعنی پناهنده شدم. sığındım evvela ol بی‌نظیره. İrerse اون اگر اشبو فقیره. اون یاری کمک. ایررسه رسیدن، اگر برسد یاری اون، اگر اشبو به این فقیره. بیان ادم اهمن علمت مالک. ایان در موزون bir مقالن. مقال از کلمه گفتنه، قال یقولو هستش، به معنی نوشته بود. اوله باعث دعای خیره هر دم. جره هر مؤمن آنون نفعنی هم. این کتاب رو به همونطور که دارید می‌بینید روی هر حرف صدای اون حرف رو گذاشته. در نتیجه به نظر من، بر اساس تفسیر من، بر اساس بیان من، این رو استانداردش کرده. یعنی همه میتونن به این شکل بکنن. هیچ کسی نمیتونه بر اساس لهجه خودش بخونه. نباید بخونه، یعنی که نمیتونه، میتونه بخونه اما نباید بخونه، برای اینکه این استانداردش کرده. حالا دیگه ما بر اساس این لهجه و اون تاریخ، اون زمان که این نویسنده این که به این صدا خونده و نوشته، الان میتونیم اون رو بخونیم. ما میتونیم الان صدای نویسنده باشیم، صدای نویسنده باشیم، اما این شعر رو وقتی می‌خونیم یه نویسنده نیستیم، شاعر نیستیم، ما یه آدم جدید هستیم که هم این رو میخونیم هم درک میکنیم، برای اینکه زمان ما فرق شده، زمان ایشون هر زمانی بوده، زمان ما هم متفاوت هستش و علاوه بر اون تجربه های ما، تاریخ ما، علم ما هم متفاوت هستش. در نتیجه درک ما از این کلمات دیگه درک اون شاعر نیست، درک دیگری است. در نتیجه این مال ماست، مال اون نیست. وقتی میخونیم، تا زمانی که نخوندیم تو کتابه مال اونه، وقتی شروع میکنیم بخوندن دیگه مال اون نیست، مال ماست، چون که درک ما متفاوته. اما استاندارد این حروف رو انجام داده، این متعلق به این هست. اوله باعث دعای خیره هر دم. جره هر مؤمن آنون نفعنی هم. علینون çoktur ریا رب جناهی. علی اسم خودش علی هستش. حالا اون بالا هم یه جایی گفتش که علی چی؟ علم حال علی یه چنین اسمی، حالا نمیتونم رو بخونم. علیون çoktur ریا رب çoktur یا رب جناهی. Velakin senden özgeye yok panahi. Habibin hürmetine ya ilahi keremden hafifil andan cünahi. Hafifil یعنی تخفیفش بده یا کلن از بین ببر. خفیف مخفی کردن مثل که از بین آوردن. کرمدن خفیفل دلماغ انجام دادن، یه کاری انجام دادن، دل انجام بده، امر خفیف اندن. اینجا حالا بحث علمایی هستش که این وقتی اینجوری میگه منظورش امر به خدا نیست، التماس به خدا نیست. اینجا فعل امر مفهوم امر نیست، معنی درخواست و تقاضا و عجز داده هست. مقارن دلانی یا رب صلاحه. مقارن دلانی رو نزدیکش میکنه. آنی یارم صلاحه. اوله یارم سبب ناردن فلاحه. نار آتش، ناردن یعنی از آتش به فلاح و آزادی برسه. گجن که این کلمه رو من هنوز بازم بخونم. گجن که هرشه امرنه غلیت یا غلیت نصیب ایلت آنا یارن فلاحت.
آمنت بالله. حالا اینجا یه مقدار دیباچه گفتش از خود شما نکرد، این مقدار اسمش نکرد، فقط علی هستش و اینجا وقتی از حبیب صحبت کرد منظورش حضرت محمد کرد. حالا آمنت بالله، پس اول فرض الله هر مسلمینه ادا اقرار تصدیق رب سیدن ki gökte yerde yok bir farklı fayet zahir kudretmen ola ol cümleden taata layık bölünmez bir ahad illa ki Allah uluhiyet bana mahfuz Allah bir Allah kasam kurban Allah bir çize bu arabayı kasam kurban اینها یکی هم خبر ایناندم بر آنن پس varlığına ایناندم بر آنن باور کردن به اون هستی و varlığına هستیش هم اقرار ایلدم ben bir liğine اون کتاب قدیمی میشه ایمان اول که هم اقرار ایلدم ben birliğine برای یکتاییش هم birlik bir یکتایی لسان حاله حب جمله ذرات حب یعنی همیشه همه ذرات حب جمله حملات این دوتا همدیگه تکیه حب در جمله همدیگه تکیه هیچ چیزی نداره از لسان حال ولی واقعا این چیزی ولی ما این هستش که ما به زبان وجودیه به درک این دلالها وجود الله قدیم اولی yok varlığının قدیم بود الله قدیم هستش یعنی زمان نبوده که بوده نبوده قدیم بود اولی yok varlığının varlığının هستی بودن هستش کذالک آخری yok birlik آخری yok یعنی پایانی همون یگانگیش پایان نخواهد داشت یعنی در آینده ممکنه زن بگیره یا شادی بگیره یا بچه دار بشه و پدر و مادر پیدا بکنه و اینا هم نیست حیات علم قدرت حیات علم و قدرت و ارادت وجود در یکی موجوده خوندیم یواشوش می‌کنیم درک می‌کنیم که چی هست من از اینجا بود کتاب فروشی می‌خونم ولی اگر بشه این کتاب ها رو یه 10 کتاب به همینجور بخونیم باور بکنیم ما تبدیل میشیم فیلسوف‌های اسلام ولی چی برای کلمات تکرار بشه و تعریف میشه حیات و علم و قدرت و ارادت در کتاب که 8 تا خداوند صفات ثابت
خودش سعی می‌کنه تزیین جدا می‌کنه برنج حتی سنگین سفید رو کردم این آرماختی یا خرمونی وقتی خرمونی شد با این شنر حاصل گرفته جلوها و باید اینها در این آرم خودش اسم یه حیوانه جدا میکنه از شهر و از گل و میبره در اثر از اون آرمان اردو دقیق ذاتی و آریگر اریدو ذاتی سفاهی زهر ذاتی لبانی سفاهش این ذاتی شفاهش مثلا ممکنه که ترش باشه، شیرین باشه و تغییر میکنه. اول گل هست، بعد نارس و کاله، بعد این صفاتش در خودش نیست. صفات جمله هم ذاتی لقائم فی علوم نحن قلبی دایم نه والد در نه مولود در تعالی منزه شأنه جل و علا. نه والد در یعنی خودش پدر و مادر نیست، نه مولود هستش یعنی از پدر و مادر این هم چیز نشده، تعالی عالی نیست، منزه شأنه جل و علا. یمین اجمل دفی چنین گوشنمد یمک اچمک، اینو باید اینجوری بکنیم، یمک اچمک دفی جیمک گوشنمد. یمک خوردن، اچمک پوشیدن، جیمک پوشیدن لباس، گوشنمد حمل کردن یه چیزی با خود، ممکنه سلاح باشه، ممکنه که زینرالات باشه. دوشنمد دخیل تورنک اتورنک یاکوب یاکمد. حالا تورنک ایستادن، دورماق، الان میگیم دورماق، تورمق اتورمق نشستن و خسته میشیم و بخوایم اصلاح میشیم، یا خود یاتماق میخوابیم، خسته میشیم میخوابیم. منزه در بولردن پس محقق، از همین اینها منزه هستش. شرفی ذاتی ای حیاز نیست، مثل بگیم که دوستان که با چشمه آشنا هستن، اینجا که آب همیشه از اون میاد پدران میکنه میاد بیرون، این رو بهش میگن فید. یعنی همیشه اون اگر الله به گفته علمای اسلام اگر الله یه روزی فیضش کم بشه یا تبدل پیدا بکنه، اون روز خودش تموم میشه. خدا بدون یه فیض نمیتونه بشه. و ملائکته هم، حالا اینجا در مورد ملائکه صحبت می‌کنیم، فتو بگیم در مورد کتاب‌های بررسی بگیم، اینجا در مورد پیغمبران صحبت می‌کنیم. مثلا به جالبی هستش و شعرش هم خیلی جالبه، منم میتونم بخونم و به قدر خیلی به شرح بدن الله تعالی. اینم به مورد شرایط اسلام، این شرایط اسلام رو بخونید ببینید چی گفته. نه بویردی اشد ای ابن آدم، ای ابن آدم نبویردی اشد ای ابن آدم، اشد که بشو سعادت بشو از این چنین کامل میکنم. نبویردی اشد ای ابن آدم سعادت در سنه اون فخر آدم. فخر عالم کی هست؟ حالا سخنم رو باید بشنوید. ابن آدم بنیاد زیر بنا، فرودگاه بنیاد نهاده شد، تأسیس شد. گرولدی اسلامی لابه جان بشنست ایزرینه
ایله از آن یه 5 نسله این کلمه الان که فلسفی هست در زبان ترکی، این کلمه فلسفی هستش به معنی وجود. حالا ببینید این وجود مادی هست که مادی هست که الان توضیح می‌دم. اول چیز عالم آن در شهادت، اون 5 تا بود. اولش چی هستش؟ آن در بفهم شهادت آنون میله اونون اسلام ادامه آنون میله با شهادت دادن شهادت اشهد ان لا اله الا الله. حالا اونجا هم نمیگه اشهد ان محمد رسول الله، میگه عبده و رسوله. اول اطاعت انسان آنون میله رو اسلام ادامه. وقتی که اسلام در جان شما جایی چیزی شرطی سلامتی آمد. حالا ایشون هم معتقده به نماز بخونید، اقامت نماز به جای آوردن سلام. گفتیم که من خودم هم رو اشتباه میکنم، میگم نماز در اسلام وجود نداره. نماز مال دین مجوسی ها، صلات اسلامی. حالا من در این مورد خیلی بارها صحبت کردم. شما اگر قبلتون مکه هست نمیتونید روی برگردید به خراسان. اگر شما برای قبله شما جای بگیرید، حالا اگر قبله شما مکه هست و شما میگید جای صلات میگید چیز نماز، یعنی قبلتون رو از مکه برگردید مثلا به تهران به شیراز. ikinci şart salatini ikamet, üçüncüsü taaddün siyamet. اینم سیام روزه هستش. dördüncü zekat vermek kanunun ziyarettir. beşinci بیت قانون. پنجمی هم زیارت بیت خداست. اینها رو گفته شرایط اسلامه. ایشون هم اینا رو گفته دیگه. حالا ما چیکار کنیم؟ اینم نظر ایشون هست. بلونور اگر بشتمانی بلونور از دین اسلام دمانی، یعنی 5 تا بشه اسلام دمانی ها. اینم از این مراجعه هست و بریم صفحه آخر بخونیم و از این کتاب بریم. کتاب خیلی جالبی هست به زبان ترکی، به تصمیم تاریخی براش نزده. حالا من صفحه آخر رو بخونم بشه افاده صاحبی اولاد و کامینه برای توفیق اولاد در
سلامم به حمدالله ارشتی اختتام رسالت خب این کتاب رو تموم کردیم. این کتاب بگیرم چند دیگه سلام
این کتاب از اینجا شروع میشه. در هر حال این کتاب تموم آموزش
Adam. Onun neslinden İbdi Enbiyai kim istifadı. Çünkü sen Habib istifadı از آدم صلواتی و سلام برشان کنون در دین اسلام و زد صحاب و السنه که کرد نباشه زد صحاب و السنه کرد آدم شدیده و دیگر سخت‌تر. پس آنگاه صورت این برمون مفهوم آنگاه صورت بعدش این بفهم صدایی اول کمالا لایله مشهور کمالات یعنی علامشه اینجوری نوشته صدایی اول کمالاتی و مشهور دیگه محتاج و هدایت اولا دیگر احد نهایت اول این شعر پاک شده همچنین اینجا در این لیسته که این شعر پاک شد دقیقی من کم جهد و مرموم خودمشتی لغتها باده اندیدیم برای من یادت خودم بچه بودم دیگر منزیدم برم که فارسی رو بر اساس اون مثلا نفهم میشه نیست من بدم من بفهم چه نمیدونست خیلی آدم بیداری برای همینش مستقل کتابش یادم هست کتاب که فارسی کلمات رو تبدیل کرد و ما فارسی یاد بگیریم مثلا من مطمئن من بوده نفتن که دیگر همینجور میگم به نظر من درستم ما در این راست که مال توفازمان فارسی نیست نه مال خلقان نیست اونی میشنید دلیل با نه به من مطلب دادن منظوم با شعر مطلوب پرستوی شعر بگذاریم اوگذوم او اولا او وقت سالی اگر میشه بود زنده توفه میمون مطلب دوزی آدم در آدم در زار مشاهدی دخیل در تو بودی چون راتی زبانهای دیگری هم بوده به این شکل فقط بشه یا زبان این نباشه ممکنه لغات‌های بنوشه بگید الان برای توضیح حسابی بفهم این چیزی تقریبا آب حیاتی این رو من قبل نخوندم این کتاب زدیم این چیزی تقریبا آب حیاتی توریستن اردو لغت شو رسمه اردو لغت افیده ماهر بر از این رسمی که حالا به شما بودن شو رسمه اردو لغت افیده ماهر در علم لغت ماهر شدن لغت چندی من اولید دارو این لغتی که من ندیدم خیلی مهمه لغت چندی فداده ساده اردو در دانیم حالا اینو من کلمه کراده هم میشه خون کراده ساله اردو گد خدایی ادو برهلت نود فودی داره فنایی فودی فوت احتمالا فکر کنم از این کلمه فودی فوت باید به این شکل بخونه به ترکی اینجوری شده احتمالا ادو برهلت فودی داره
فنایی ادوب رحلت فودی نمیاد به نظرم. این یا یک کلمه دیگه باید اینجا بیاد، به نظرم معنی نمیده فودی. بنا کی اولدی لغت علمی مسخر. حالا علم لغت شناسی برای ایشون مسخر شده. نه علمه بشلسم اولدی میسر. حالا که زبان رو لغت رو میدونه، هر علمی رو شروع بکنه براش آسون میشه، میسر میشه. خصوصا علم ربانی که سلطان جلال الدین دمیشتر مغز قرآن. کتاب مثنوی که فوت جاندر گوت جاندر، گوت غذا. قبلنا خیلی به کار بردیم، پدرم یادمه در روستا که بودیم گوت رو به کار می بردند، ولی بعدن دیگه این از بین رفت. وقتی اومدیم تبریز دیگه این گوت از بین رفت. کتاب مثنوی که گوت جاندر زیا و نور چشم آشگاندر. بنا کشف اولدی بی تعلیم استاد آنین لا ایدرم اشاقی ارشاد. حالا این مثنوی رو خونده و حالا ارشاد میکنه اشاق رو. یقین بیلدم که بیر نور سته معصوم. یقین بیلدم که بیر نورسته معصوم لغتler اوقیه وزنیل منظوم. حالا میگه یقین دونستم که یه نورسته یعنی بچه‌ای که حالا میخواد یواش یواش زبان باز کنه و اینها آموزش ببینه. یقین بیلدم که بیر نورسته معصوم، یه بچه نورسته لغتler اوقیه لغتها رو بخونه، وزنیل منظوم با وزن و منظوم، یه شعر تو شعر اینها رو بخونه. آنا هر علم olur البته آسان. olur alemde bir yerden سخندان. خدا شاز ایلیه روحن شاد ایلیه. خدا شاد ایلیه روحن حسامون. حسام همون که اولین کتابش خونده بود. وره جنت اعلاسون مقامون. برای اون داره دعای خیر میکنه. حالا شاید یه روزی هم برای من هم دعای خیر بکنن، یه عده امیدوارم. گتردی نظمه بونز در مکنون. اون حسام سلیس و شوخ و رند. جهانده یکدی bir şam-ı munevver sevinmez haşredek nef'in. sevinmez haşredek nef'in görerler. خاموش نمیشه تا روز حشر، نفعشو میبینن همه. حدیثینده buyurdi فخر عالم. حضرت محمد در یه حدیثی گفت bu معنایی که اولدور خیر آدم. اولدور یعنی او هستش، او هستش خیر آدم. که اوله دایما خیر آنه سایی خیرات سایی. کی اوله دائما خیرات سایی کوشا. ادلر خلق آندن انتفاعی. انتفاع خیر بردن، مردم ازش خیر بردن. دلادم کی یازم بیر خوشجد نامه. دلادم یعنی دلادم یعنی آرزو کردم. دلادم کیم یازم بیر خوشجد نامه، یه نامه خوشی بنویسم. نظیره اوله اول تحفه حسامه. تحفه‌ای برای نظیره و تحفه‌ای باشه برای حسام که کتابشو دیده بوده. که بوندن داخل اوله چخ فواید حالا من اینجا نچه نفع ادلر آندن زواید. شکردن گونه بشزه حلوا. شکردن گونه ششزه بشزه حلوا. olur bir ذوق هر birinde تنها. پس شکردن گونه بیشزه حلوا. olur bir ذوق هر birinde تنها. تنها اینجا به معنی جان،
تن ها، جانها. حالا من اینجا یه کلمه رو میبینم که خیلی نمیتونم مطمئن باشم چیه. احتمالا مزین اوسا بیر محبوب زیبا، اینجوری باید میخونم، مزین اوسا بیر محبوب زیبا. خوبی این کتاب دوباره در اینه که کلمات رو چیز گذاشته، استانداردش که صداگذاری اعراب گذاری کرده که ما بتونیم درست بخونیم. مزین اوسا بیر محبوب زیبا یوب انواع الوانی ل دیبا، دیبا ابریشم، ورر her rengin ana bir dürlü zinet. Verer her renk ana bir dürlü zinet. هر رنگی برای اون دلبر زیبا که لباسای مختلف ابریشم میشه یه زینت خاصی میده، رنگ خاصی میده. گلر uşağa در olur دلور درلü حالت. گلر uşağa درلü حالت، türlü درلü جور با جور. گلر uşağa درلü حالت. برای اشاق وقتی اون لباسای زیبا رو میشه یه حالتهای مختلفی رخ میده، درلü. حالا متوجه میشیم که لهجه ها فرق میکنه دیگه. البته در زبان ترکی د به ت و ت به د تبدیل میشه. neden külü o arasa anda cevahir. neden külü avar ایسا آنده جواهر. حالا اینجا یه کلمه هستش که هر دو تا کلمه هستش که نمیتونم بخونم. ندن گلو اوار ایسا آنده جواهر نمیشه، اینجوری نمیشه. ندن من این عربیش هم اینجا و عربی در وقتی جمع میبنده آخرش یه الف میاد، کلو مثلا، کلو یعنی بخورید همتون. اون وقتی واو میاد یه الف آخرش باید بیاد. اینجا اون رو هی داره میاد به ذهن من که اینو عربی بخونم ولی عربی نیست. ندن کلو ندن آوار ایسا آندا جواهر گتردم بونده الا کاوله نادر، الا یاوله نادر. حالا اینجا دوباره این کلمه رو نمیتونم، یعنی سواد من نمیرسه بخونم. خب حالا که سوادم نمیرسه اینجا یه چیزی دیدم، بذارید برم این صفحه رو بخونم. تمام oldukça her bir قطعه موزون yazardım anda bir beyt humayun که اوله فارسی بیر مصرعی هم بیری ترکی اوله نبیش و نکم. حالا میخواد فارسی ترکی بنویسه که ترکی فارسی اوله مقابل بیلور اهلی که اولر بو نظم مشکل. اهل شعر میدونن که حالا فارسی ترکی نوشتن کتاب خیلی سخته. پس این آدم میخواد کتاب رو، کلمات رو از ترکی به فارسی ترجمه بکنه. اینجا شد دیگه فهمید. حالا بذارید ببینم میتونم یه چیزی بخونیم که این معنی باشه. حالا قطعه اول تنرینن آدن روز ایزد. تنرینن آدی دور ز ایزد و یزدان خدای. تنرینن آدی درور. حالا اسم تانری در زبان ترکی یعنی الله، میگه در فارسی چی میشه؟ ایزد، یزدان، خدای. داخی بزرگ اولو büyük gösterici راهنمای. gösterici راهنمای یعنی چی؟ یعنی gösterici یعنی چی؟ راهنما. هم دخی پیغمبر ölküm vere حقدن خبر. هم دخی پیغمبر ölküm vere حقدن خبر بابی توان
Gerdur, Babi tavangerdur diyor خسلدر گدای خسوله dirler گدای. به خسوله هم گدا میگن. یخسوله اوکی. یخسوله dirler گدای. حالا اینجا من کلمه رو خیلی نمیتونم بخونم، نمیتونم که بذار ببینم شاید تخیل هم دقی پیغمبر ölçüm vere haktan haber Babi tavangerdir. Tavangerdirür. Yoksule dirler گدای. به توانگر میگه بابی یا بای. احتمالاً بایه. بای. بای اینو باید بای بخونیم. بله. بای یعنی میگه توانگر. بای توانگر درور یخسوله دیرلر گدا. یخسول هم گدا بهش میگن در فارسی. لب دوداغ و رخ bükük چشم göz diyor رو yüz. لب دودق و رخ بنگ. حالا اینجا این کلمه رو اینجوری نمیشه. من اینو بک یعنی اینجوری صدا گذاشته روش، احتمالاً بکیگ بشه. بکیگ. چشم göz diyor رو yüz. رخ اینجا رخ رو معنی کرده به بکیگ. من نمیدونم، یعنی ما خیلی از کلمات ترکی رو نمیدونیم، در نتیجه این ممکنه که درست باشه، ممکنه که نه، حتما درسته، ولی من تلفظشو بلد نیستم. کیرپیگه مژگان موژه دست. کیرپیگه مژگان موژه دست ال یاغ اولدی بای. باغ اولدی بای. کیرپیگه مژگان موژه دست ال باغ اولدی بای. خب اینجا لغت ها رو میگه که من خیلی از لغت ها رو دیگه نمیدونم، در نتیجه برام چیز جالب هستش که چقدر من بی سوادم. حالا من فکر کنم الان 1 ساعت 2 ساعت 1 ساعت 16 دقیقه، فکر کنم 4 دقیقه هم از یک کتاب دیگه یه چند سطر بخونیم و تمام بشه. 1 ساعت و 20 دقیقه دیگه. خیلی این کتاب رو هم اینجوری معرفی بکنیم بره. خاک اولدی توپراغ رن یغن. اولده آوردن. اولده آوردن گترمک ریختن. حالا این کلمه میاد چیز احتمالاً جاش عوض شده، حالا باید اونها رو دید که چه شکلی هستش. هنوز اون کتاب رو دارم ورق میزنم. به نظرم این جالبه، برای اینکه من ترکی رو یاد بگیرم جالبه. حالا اینجا بسم الله الرحمن الرحیم حکما و متفقن که حکما و تاتار و اویغور متفقن که حکم سال ایشان سعد و نحس و این کتاب رو دیروز یه قسمتی ازش خونده بودیم، اگر یادتون باشه دیروز یه کتاب خونده بودیم، حالا اینجا اومده اونها رو توضیح میده دوباره. این کتاب بعدی هستش، از اینجا شروع میشه. این کتاب احتمال میدم که به فارسی باشه، اگه به فارسی باشه اینو نمیخونیم. گوسفند و اینها رو میبینم که به فارسی هستش. بذار ببینیم اینجا اولش از اینجا. و
فربها کواکب کثیره اجرامها ظاهرة منیره. این به عربی هستش. اینجا و انجم تنین مثل القلب دائرة مختلفه بالقطب اولها نجم خفی نور لیس بزی. حالا این به عربی هستش این کتاب، اینو ازش بگذاریم. این هم اون کتاب بعدی هستش که من نمیدونم چی هست، یعنی میدونم که البته موضوعش چی هست ولی این از توان عربی من خارجه که اینو بخونم و بفهمم. میتونم بخونم ولی فهمیدنش دیگه اصلا نمیخوام بازی نخواهد. و این کتاب بعدی فارسی به نظر میاد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از بهی نستعین که میاد یعنی که یا چیزه دیگه فارسیه. سپاس بیگاس ستایش مر صانع قدیم و وفا در حکیم که زمین و آسمان به صنایع و بدایع و عجایب و غرایب مصنوع اوست. و افطار و اجرام کواکب و افطار و اقطار و اجرام کواکب و احوال ایشان از قرب و بعد و طلوع و غروب و استقامت و رجوع و تقویم و آفتاب و کوکبهای دیگر و ساعات. حالا دیگه الان دیگه کوکب نمیگن. ما قبلا که اول دوم یعنی مدرسه میرفتیم کودک بودیم اون زمان کوکب میگفتن به جای این ستاره. الان دیگه ستاره و سیاره و از این حرفا دیگه نمیگن. این هم فارسی، اون عربی بود، این هم فارسی. ازش بگذاریم و بریم به کتاب بعدی. اگر شد ازش یه چند کلمه بخونیم. اینم به فارسی هستش. قبل این کتاب دیده بودم ولی اون قسمت اول خیلی برام جالب بود. حالا یه کتاب بعدی که اینجا رسیدیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید ببینیم این چیه. مطالعه فرمایند و اینم فارسی هستش. همون ادامه احتمالاً همون کتاب هست یا بذارید ببینیم اینجا چی میگه. باب در معرفت مرتفعانی که به مسقط الهجران نتوان رسید. این هنوز فارسی هستش. اون کتاب اول که ترکی بود احتمالا این کتاب آخر هم بریم ببینیم. کتاب تمام شد تقریبا. همون کتاب اولیه ترکی بود. خب تمام. امروز هم رسیدیم به دو تا کتاب امروز تلاش کردیم بخونیم. هر دوتا شعر بود در اصل. که اول کتاب دوم گفته بود که از 5 کتاب خودش چیز شده تکمیل شده و این 5 کتاب رو گفت ولی ما یک کتاب که ترکی بود ازش یه مقدار خوندیم و بعد متوجه شدیم که اون کتاب لغتنامه هست. فارسی ترکیه، ترکی فارسیه و کلمات رو هم گفتش که این وقتی شما لغات